اگه این 4 تا نکته، البته این که 3 تاست، ولی اگه این 4 تا نکته رو نمیدونید بهتره که وارزون پلی ندید، چون مثل سگ میکشنتون. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من و زهرا سلام بچه‌ها اومدیم اینجا تا بهتون 4 تا نکته خفن یاد بدیم تا باش بتونید بهتر وارزون پلی بدید. میریم سراغ نکته اول که یکی از مهمتریناست که اونم چیه؟ داشتن یه صدا پای تمیز و بی‌نقصه. میریم داخل ستینگ، بخش آدیو، مثلا گیم والیوم رو میذاریم روی 80، شمار رو میزنیم بدین ترتیب 0 40 100 0. این میایم پایینتر، انهانس هدفون مود رو آن میکنیم، خیلی مهمه. آدیو میکس رو میذاریم روی ساکر پانچ یا هدفون بیس بوست. زیاد با هم فرقی ندارم ولی من ساکر پانچ گذاشتم. میاد پایینتر، با بقیه گزینه‌ها کاری نداریم. تو روی بخش کانفیگور فرکانسی اینتنسیتی لفت چنل رو مثل من به ترتیب 50 50 منفی سی، بقیه هم دسته میزنیم روی منفی 50 میمونه. همین کار رو روی رایت چنل هم انجام میدیم بدین ترتیب و تمام. بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم چیه؟ داشتن گان‌های مناسب واسه فایت دادن. گان اول سعی کنید همیشه یه SMG خوب بردارید، چون واسه کلوز رنج فایت دادن بهتره که یه SMG سبک داشته باشید تا موومنت سریع داشته باشید. معمولا گان‌هایی که SMG هایی که متان گزینه مناسبی هستند. و گان دوم هم حتما یه یار خوب بردارید یا یه اسنایپ. دقت بکنید اون هم متا باشه. ایارتون هم یه اتچمنتی روش بچینید که ریکویل کنترل خوبی داشته باشه. تاکتیکال و لتال اکویپمنت رو هم حتما تاکتیکال استیم شات بردارید، چون واقعا خیلی خوبه. زمانی که با انمی درگیر شدید دارید میمیرید یه استیم شات میزنید از ملکه فرار میکنید. لتال هم بر حسب سلیقه خودتون با هر چی که حال میکنید، سمتکس، فرگ، نمیدونم ترمایت، من این پک گذاشتم، پرت میکنید در جا میترکه. بریم سراغ نکته سوم. نکته سوم چیه؟ داشتن پرکای مناسبه. پرک اول حتما سروایور بردارید. چرا؟ به چه دردی میخوره؟ زمانی که ناک شدید هم اسکوادیتون شما رو سریعتر میتونه ریوایو بکنه و وقتی هم دمیج شدید جونتون ظرف 4 ثانیه سریع پر میشه. پرک دوم هم کویک فیکس بردارید. چرا؟ چون با یه دست میتونید آرمور بذارید، خیلی سریعتر آرمور میذارید و در حین آرمور گذاشتن هم میتونید تیراندازی بکنید. تموم شد رفت. پرک سوم که مهمترینه تمپرده. دیگه تو بازی همش دنبال آرمور نیستید. چرا؟ چون 2 تا آرمور بیشتر لازم نیست بذارید. نکته چهارم رو هم زهرا بهتون میگه. نکته چهارم داشتن یه موومنت تیز و سریع. ها این چیه رایا میگه؟ احسن. ببینید من توی بخش فایر تست بهتون نشون میدم. ببینید وقتی جلو انمی واین میسید اون شما رو هم راحت میزنه دیگه. باید حتما یه موومنت سریع داشته باشید. جلو انمی واین هستید، هم تیراندازی کنید هم به چپ و راستتون بخورید. اصلا واین هستید جلو انمی. ببینید اگه این کار انجام بدید 50% کار رو رفتید و اصلا لذت میبرید، چون به راحتی نمیتونن شما رو بزنن و شما خیلی راحت حرف رو. چرا؟ چون موومنت چپ و راست دارید، انمی خیلی سخت شما رو ترک میکنه. تموم شد و رفت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. من و زهرا رو توی یوتیوب و اینستاگرام دنبال بکنید، چون قراره کلی ویدیو آموزشی براتون بذاریم. بدرود.